همین که ماشینم روشن کردم برم مغازه، بعد استارت چراغ استوب ماشینم روشن بود و این نشون داد که دینامو ماشینم شارژ نمیشه. مکانیکم شروع میکنه به باز کردن دینام و دینامو از داخل ماشین خارج میکنه. همینجوری که داشت دینامو ماشینمو تعمیر میکرد از محیط مغازش خوشم اومد و داشتم فیلم میگرفتم که یهو همچین اتفاقی میفته. الو. آره حساب بیا برات درستش میکنم. آره میبینم. خداحافظ. چرا قطع نمیشه؟ بده من برات نگاه کن. چرا قطع نمیشه این داداش؟ کلیدش مشکل داره دیگه، بعد درست شه. و حالا من که از ابزارهای خودش و دیر چارجی برای باز کردن پیچ‌های گوشی استفاده میکنم و بعد میرم سراغ تشریح کردن کامل گوشی تا دسترسی به کیپد رو داشته باشم. قسمت پاور پولکی زیر کیپده که بعد کیپد رو برداری و اون قسمتی که روی برده رو قشنگ با وسیله خودش تراش میدم و پولکیه رو کاملا از کیپد جدا میکنم و آهنربا وصل میکنم و بعد از تراش دادن دوباره مشکل رو براش حل میکنم. ماشینم هم که برام درست شد. مرسی.